با تشبثی راهبری کتابخانه عمومی ولایتی به نام تاشلوجه اسیری مرکزی ولایت به مناسبت فرارسی روزی بین المللی حفظ حقوق کودکان جمع آمد ایدانه دایر گردید. این نوبت نیز صحنه کتابخانه ایدانه آراسته شده. هنرمندان و نوازندگان تحت صدای کرنه اشتراکداران را پذیرایی نمودند. در تالاری کتابخانه برای کودکان جمع آمد برگزار گردیده راهبری کتابخانه و ادیبان شناخته سخن کرده دایر به تجلیل این روز اندیشه هایشان را بیان داشتند. گفته شد که در جمهوری تاجیکستان برای کودکان و نسل نورس شرایط مساعد تعلیم و تربیت فراهم گردیده حکومت مملکت برای آنها تدبیرهای عملی را راه اندازی می نماید. امروز برای کودکان کودکستانی مهراسا به مناسبت فرارسی روزی حفظ حقوق کودکان محفل ایدانه برگزار گردید. همچنین نمایش کتاب‌ها برای کودکان نیز به راه مانده شد. کوشش کردیم که لحظه هم باشد تربیت گیرندگان کودکستانی مهراسای شهر خوجند را که یک کودکستانی واقعا مخصوص است و آنها را خرسند کنیم. همچنین از کودکستان‌های گوناگون شهر، از مکتب‌ها، خوانندگان، همچنین فرزندان کتابداران شهر خوجند و کتابخانه ولایتی جمع آمدند که با یک شکوه و شهامت خاص این سنه واقعا برای نسل آینده مهم را تجلیل کنیم و به کودکان خوشبخت زمان صاحب استقلال فهمانیم که امروز کتابخانه ها با تمام امکانیت هایشان در اختیار آنها قرار دارند. با تعطیلی تابستانه به کتابخانه آمده کتاب های ضروری را دریافت نموده دانش و ملکه و استعداد خود را تکمیل دهند. خوانش پرندگان را میشنوید. وای 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 باد و هوایش را نمیگوید. تئاتر دولتی لوختک شهری بوستان نمایشنامه تربیوی برای کودکان آماده نموده اش را منظور داشت. آن فراگیری آب و تابی بدن، بهداشت شخصی، دوست داشتن طبیعت اطراف، سرسبز نمودن مکان زیست بود. نمایشنامه کودکان را تلقین میکرد که همیشه دوستداری وطنی عزیز باشند. آن پسندی کودکان گردیده. هنرنمایی هنرپیشگان را با کفگویی‌های بردوام پذیرایی نمودند. کودکان این کودکستان با قرائت شعر در وصف پدر مادر، وطن، تاجیکستان، کتاب و علم و دانش خوشحالی خویش را به تشبثکاران چاره‌بینی بیان داشتند. این نمایش به من پسند آمد. من به کودکستان رقمی 25 تربیت می‌یابم. من برای پیشوای ملت شعر میگویم. امام علی رحمان ما تاج سر دوران ما پیغمبری صفا پیشوای رهنما. دیاری نام دارم تاجیکستان امید و افتخارم تاجیکستان در غشی تو مشراد و فرهمه توی اوج و بهارم تاجیکستان بزم رزه خاکی ترامه توی اوج و بهارم تاجیکستان. و ما خیلی پسند آمد بسیار معقول شد. رحمتی کلا افسانه خیلی نحس بود. من بسیار خرسند شدم. در فراوردی محفل برای کودکان تحفه‌های ایدانه تقدیم کرده شد که این مهرنامه آنها را بسیار شاد نمود. در نظر است که همین گونه جمع آمد و محفل‌های خوشحالی در دیگر تشکیلات و مؤسسه‌های ولایت گذرانده بشود.